مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 29 مارت درباره آشکار شدن باز دو آلت قلابی به مبلغ بزرگ خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، هنگام گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 59 ساله ساکن شهر پنجکند که پیش با موده‌های 245 340 257 قسم 3 245 و 340 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، ماه ینور سال 2017 با روی فریب به باوری مرد 52 ساله ساکن ناحیه باباجان غفورов در آمده از نقطه سودایش 132 متر مربع مساله ساختمانی چوب و تخته به مبلغ 330,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. همین طور می افزاید وزارت کارهای داخلی هنگام گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی معین کرده شد که مرد 34 ساله ساکن ناحیه سپیتامین که پیش با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، با روی فریب به باوری مرد در بالا ذکر گردیده در آمده برای تجارت از او 420,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 245 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.